مشغول جمع کردن محصولات پنبه در مزرعه خودش است. اختر محمد سالهاست کوکنار کشت کرده، اما حالا پنبه جاگزین آن شده. او باشنده ولسوالی دامان ولایت کندهار است. این ده کارخانه هست در گوشه دامنه کوه. من اینطور فکر می کنم که سالانه این کارخانه می تواند این پنبه را برآورده کند. گفته می شود امسال 800 جریب زمین در کندهار زیر کشت پنبه بوده، اما چالش اصلی در پیشروی دهاقین کمبود آب است. حاصلات پنبه خوب است. مشکل ما کود و آب است. وقتی به بازار می رویم ما حتی پول رفتن تا بازار را نداریم و اگر از دکاندار کود می گیریم کود را یکی بر سه قیمت می کند. سید حفیظالله سیدی رئیس زراعت ولایت کندهار است. او میگوید اداره تحت رهبریش تا حد امکان تلاش کرده. اگر پنبه ارزگان است از زابل است، اینجا به پارک های صنعتی قندهار آورده می شود، پروسس می شود، بسته‌بندی و به پاکستان ارسال می گردد. حوزه جنوبی افغانستان به حوزه پنبه شهرت دارد. به همین دلیل حکومت افغانستان تلاش دارد کشت پنبه را در این منطقه جاگزین کشت کوکنار کند.